یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. یک آیه یک داستان. السلام علیکم دوستان و شنوندگان برنامه یک آیه یک داستان. خوبت؟ من مهینه هستم و بسیار خرسندم که باری دیگر با شما هستم. السلام علیکم همدیارانی نازنین، بچه های خوب و درس خوان. بله خودی شمایی که آینده سازی وطن هستید. حالتان چطور است؟ امیدوارم که خوب باشید. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. وصفینا رسول الله لا تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام علیکم، السلام علیکم. بچه ها یک خبر خوش. ما امروز میخواهیم رویم به یک جای خیلی دوست داشتنی. شما هم میخواهید همراه ما باشید؟ بله دوستان، امروز می رویم به فروشگاه اسباب بازی، چون مهینه جان می خواهد برای خواهرکش یک بازیچه هدیه گیرد. خب اگر شما هم آماده هستید همراهی ما باشید تا با 3 شماره رویم به بازارچه محله. 1 2 3. خب بچه ها رسیدیم به بازارچه محله ما. صبر کن. آها مهینه جان، آنجا را ببین، یک فروشگاه اسباب بازی. بله دیدم. شاید کمی پیشتر رویم. آخه یک فروشگاه دیگر هم هست. بله می شود، اما چرا به این فروشگاه که نزدیکتر است نرویم؟ آخه چند روز پیش که من از اینجا میگذشتم با اون فروشگاه رفتم و نرخ چند چیز را پرسیدم. مردی فروشندهش با ناراحتی و بد اخلاقی فریاد زد اگر نمیخری چرا میپرسی؟ رو برون. آها، پس میگویی که با شما بد اخلاقی کرده است. خب باشد، پس میرویم آن فروشگاه دیگری که شما گفتید. میدانید صاحب مغازه‌ای که ما اکنون پیشش میرویم خیلی خوش اخلاق است. یک بار که با پدرم به مغازه‌اش رفته بودیم با خوشرویی و خیلی مؤدبانه پاسخ ما را داده بود. فروشنده آنقدر به حوصله هست که مثلا میخواهیم یگان چیز خریم، از آن هر نمودش را برای ما نشان می‌دهد و راهنمایی میکند که کدام صفتش بهتر است یا کدام نرخش مناسب تر است. حتی اگر چیزی هم نخریم عصبانی نمیشود. چه جالب! حالا که شما اینقدر تعریف کردید، من هم تصمیم دارم تا مثلا اگر خواستم برای جیانم یگان اسباب بازی هدیه دهم از آنجا خرید کنم. خب مهینه جان، بگذار تا میرسیم یک چیزی جالب به شما بگویم. خدای مهربان هم از انسان‌های خوش اخلاق خیلی خوشش می آید و بنده‌های با ادبش را بسیار دوست می دارد. همانطور که می‌دانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبری ما هستند خیلی خوش اخلاق بودند. بله، من بارها شنیدم که پیامبر به مهربانی معروف هستند. بله، یک آیه در قرآن کریم هست که خداوند به پیامبر می‌فرماید ای پیامبر، تو به لطف خداوند اینقدر مهربان شدی و اگر بد اخلاق و سنگ دل بودی حتما مردمی که می‌خواستی آنها را به دین اسلام دعوت کنی از گرد و اطرافت پراکنده و دور می‌شدند. بگذار همین آیت را از تلفنم برایت پخش کنم تا بشنوی. گوش کن. چقدر جالب. کاش من هم میتوانستم خوش اخلاق باشم. عزیزم شما خیلی خوش اخلاقی. خوش اخلاقی وقت در ما هست که بیشتر لبخند بزنیم و سعی کنیم تا همیشه با اطرافیان و دوستانمان به خوبی رفتار کنیم. ای آنجاست، ببینید
آن فروشگاه را گفتم. آها، پس فروشگاهی که گفتید اینجاست. چقدر مشتری هم زیاد دارد. من فکر میکنم چون فروشندش آدمی خوش اخلاقه هست، مردم زیاد هم میخواهند تا از او خرید کنند. بله، من هم همین طور فکر میکنم. خب، به نظرم بهتر است قبل از آنکه وارد فروشگاه شویم اول با بچه هایی که در خانه هستند خداحافظی کنیم، چون وقتی برنامه تمام شده است. دوستان خوبم، تا برنامه و آیت دیگر، خدا نگهدار. گلگلای خوش اخلاق، امیدوارم از برنامه امروز هم خوشتان آمده باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. رسول الله خير نبي نذير العجم والعربي أمين صادق عدل عظيم الخلق والأدب رسول الله خير نبي